هلو گایز، رفقا حالتون چطوره؟ رفقا امروز اومدیم که یه پنل خیلی گاد به شدت خفن واسه معرفی کنیم که به راحتی بتونید هد بزنید و پوزشو بدید. رفقا قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و یه حمایت کوچولو از من بکنید که دیگه ممنون میشم. رفقا قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، یه نکته دیگه هم می‌خواستم بهتون بگم که حالا این نکته رو در ادامه بهتون میگم رفقا، که خیلی مهمه، شاید بتونه کمکتون کنه. خب رفقا بریم سراغ ویدیو. خب رفقا الان پنل ما تقریبا کاملا بازه و اگه بخوایم وقتی که میزنیم و لغوش میکنیم یعنی باز میمونه دیگه. آره الان پنل ما کاملا بازه. خب بریم یه لونیور بریم رفقا. رمز فایل 3 رقمیه که حتما توی ادامه ویدیو 3 رقمش هم واسه تون میذارم. آره میذارم، نمیگم ولی میذارم رفقا. بله این نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که ایونت ناروتو از زگ گردن به ما نزدیک‌تره. خب ما با مثال میگیم الان یه بخوریم ازش. خب به ما نزدیکه، رفقا سعی کنید الان جل بزنید این موقع مشکل نخورید بفرمایید. یعنی الان جل بزنید قیمت جمعه با دلار دیگه، دلار هم داره بشه تا اینجا بالا بزنم بازه که مشکل میشه. اوه شیزه رسته خوبه. خب بگم آره دیگه همون حرفی که سر بازی باشی که شنونده تونه. کلت رفت. خب آقا داشتم این گفتم. آره دیگه الان جیمی که میخواد با سرعت ترین و ارزان ترین باشه به کانال شاپ ما که توی تلگرام هست و رفقا چون خرید انجام نشده فعلا انتباط نداریم، اعتمادمون که بده بالای 5 تا اعتماد، حتما واسه این اعتمادمون رو میذارم تا بتونید از ما راضی باشید رفقای گلم، داداشای جیگرم، جانان تنم، جیگرم. من خیلی شما رو دوست دارم، ولی اگه این بیشرف منو نزنه کلام دوستتون ندارم. آجی این خیلی پلیره، معلومه داره با پیسی پلی میده، 100 داره با پیسی پلی میده. آره خب داشتم میگفتم حالا بخوریم هم یه چند دقیقه بزنیم بازه بگم که آقا من نوبم. من اول میگم من نوبم، این چیزی نمیگم، من نوبترین بازیکن فیفا. ولی آقا اگه بخوای بازی خوب بازی کنی الان همه پر پلیر الان اون زمان نیست که بخوای بری ریشه میفهمی منظورم. الان همه از 100 نفر حداقل 2 نفرش نوبه. ای پیش پاشکی که بیشرف زاده چرا بست میخوری مادر سن. سوی خونم پر کنم قیمت هیت میخوره آقا، هیت میخوره. این واسه گانی نیست. ببین پیسی باشه شاید بتونی با UMP از دور بزنی، ولی با موبایل نه، سخته، خدا وکیلی سخته، نمیشه، سخته. برای تو راحت باش اسناک داداشیان و کسیپیان به چیست؟ آره اسناک همون خوبه نمیزنیم. من نمیگم میزنیم، من دارم یه ران بگم اسناک ازش بهتر. های
پلیره ولی بلد نیست پلیره. بنازمش ما دیگه اسناک من نیستی آخه اسناک من کار اصلا من باید با اسناک بزنم تو من اشتباه کردی اسناک برداشت ولی آقا من نمیگم بهتر نمیگم حالا تو داشتی یه جایی خدایی اینجا میبریم یه شانس یک بار دیگه. من این خدای بندهشو نگاه من یک ستم از این میگرفتم خدام پنل خیلی خوبه رفاقا. پنل این پنل داریم تو پنل میزنه خودتون میدونی ما چند تا یکی زدم حالا وقتی هم ویدیو میگیری نبین ببین یه خود بار گذاشت ببینیم سرش بود نزدم خدا وکیلی رو سرشه میخواد بزنید بیدون عقب ببینید خودش قشنگ رو سرش بود کاملا رو سرش بود اگه اینجوری میکردم مرده بود ابوالفضل خب چی بردارم خدا رو خوش بیاد بردارم حالا یا میزنیم یا میخوریم من چون زیاد بزنم پلنده اصلا گیم هم خوب نیست من زیاد نمیتونم بزنم خودتون دیدیم که توسط نتونسته راند بگیریم حالا یه راندشو بگیم لگ بود ازش ریدی که رد گونی تمام ها جوابه استادم ولی تمام کردم کامبک داشتی خدایی خب یه ترینینگ هم میریم بعد میریم سراغ ویدیو فعالسازی لگ شو داره خب ترینینگ باشه جان وایسا ما وقتی داشتیم بازی میکردیم ما ووتپک رو اینو بازی نکردیم ولی خودت میدونی که با چیز خیلی گاد خورد دو تا چیز زدیم چیز چی میگم چی نمیخوره آجی این میخوره ولی اون نمیخوره میشم باید گلقش دستتون نگاه کم بکش بالا حالا باید جوسی سنگر بابا خب ما برای ویدیو خصوصی نیاز به برنامه زیبا شیوه داریم که میتونید از مارکت و بازار نصبش کنید رفاقا میریم به بخش دانلودها این بخش تلگرام انتخاب میکنیم میگم این همه پنل دارم اینها همه شو واسهتون بدم خب رفاقا میرین اینجا پنل انگشتی موبایل انتخاب میکنید همون پنلی که شما دانلود میکنید میزنین روش باشید نه این پنل اینو این میاد واسهتون اینو میزنید روش استخراج میکنید میرید توش این برنامه رو نصب میکنید اینجا کد چه انتخاب نمیکنه لازم پنل رو ببندم پنل از اون موقع باز مونده لگ شده باور کنید یه لحظه بیرون
دوباره میگیم آره دیگه این میاد وسطتون. اینو که استخراج کردید رمزم که داخل ویدیو بهتون گفتم بله نمیزم این استخراج میکنم. این میاد اینو اینجا کد الان خودم بهتون میدم. کد خودم بهتون میدم کدشو. لینک میزنید روش نصب میشه. الان اسم لایک خب بزنید روش نصب میشه. میریم تو برنامه. کد اولی اوبه، دومی یکی عدد 64. خب اینو میزنید و سلکت گیم ورفایر و انتخاب میکنید و ازش استفاده کنید. رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو لایک کنید واسه دوستاتون هم معرفیش کنید این برنامه رو. رفقا اگر از ما خوشتون میاد این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، یه نوعی اصلا حمایت کنید و در آخر خدا رو به شما بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.